بلندتر گاز بزنیم یا پیشتر بیاد؟ ها؟ خط بیشتر بیاد بیشتر آنیم اما این نه درشندگی و مقول بکنیم و اصول تجربه نظر که باز مخچه هست شخصا ما هر یک درس تعلیم کنیم هر یک درس تربیت بکنیم هر یک درس در مورد صلح و صلاح گپ بزنیم و تمام جوانان تاجیکستان کی در سوی باشد نباشد تعلیم کرده برآمده و گفتیم که فقط برای آینده ملت برای آینده دولت و برای اقتصاد در روش کردن تاجیکستان خدمت صادقانه و یگان باغچه در یگان جا میگن این ترانسته از مطمئن همش از نگاه شما و یک چند سوال شما کنکریت جواب نداره و همین سوال همین که شما اخراج صورتان که ما وعده های ظروف دادیم تونل نکردیم و دست کنه با فایله استفاده و حقوقایشون رو پایگون کردن و شریعت اسلام میگه تعلیم برای زن و برای مرد ارزش فرق و بیدون شخص هم ما درس کنم بغیر از همین کودک هم بگیریم بوچه هم ببریم و زنش خدمتش هم بگیریم سلامت باشید برای اعضای حقیقی حزبی ما بودن همه اعضای حقیقی حزبی ما همین کسی دارد و شما در نظر بگیرید باشد خطر به چیز دیگران مستقیم دارن کجاتر می‌بینید برای پرزیدنت شما شدن قوت دادن نمیتوانم چون که جناب عالی گفته بود چی سخنی گفته بود همشه در عمل تطبیق کرد و خودتون اخراج شدید که ما هم خدمت کردیم و یک چیزی دیگر درباره خدا رحمت شدن ولی رفت نشم جراحت از نگاه اسلام همین درسته که رفت نشد شما اخراج و این گفته بود که در یک واقعی در سرم که کوچیره که شما با هوا میزنید و اسمید الله اکبر و اونجا ملائکه ها بوده در سینه ترابه ها میزنید و همین همش دلیل تاریخی است دلیل تاریخی است خواهش میکنم ما یک گپ دارد همش دلیل است و با کدام دیده رو ایشون تعلیمی مردم اطلاق میکنید و چی؟ باید این ترانستای میکنن مناف اسلام میکنن و این زنهای را میبینی که قتل کردگن و کارهای اسلام دستگاه و شما چی خدمت میکنید که نه در رسانه‌های خبری نه در تلویزیون من ندیدم مخصوصا شنوایی نظر و کمی گفته باشد این جوانهای مردمی کلاه مخصوصا در هم مملکت که مردمی خطار به اون دادن مسلمان زمینه مسلمان هم میگیرن بلک کلمه میکنن اینا بودید ما تعلیم کنید این شمای شخصی من تعلیم کردم سخنهای شما را تعلیم کردم تعلیم یاده هستم و یکان کسی دعا جمعه هستن که به سوریه رفت کرد از حق اگر خواستم آنها از راه بر بگردم و خدمت آن وقتی هستم برای ملت دولتم من هم جانم هم میدیم اینواد این مرد کردیز در آمد مرد طالبان هست من نجد در یکان رسانه‌های برنامه تلویزیونی که شما علیه جهاد رفتنی نمی جوانان برآمد کرده باشید آنها رو برگردن و از این و همین سوال من سوالی که من مشکل دارم کنسیل جواب بید سلامت باشید باید نسبت فکر دیگر با احترام باشیم این شهروند تاجیکستان است ساکن کلابات فکرش نگفتن ما باید با دقت گوش کنیم و جواب بدیم دوستی عزیز شما این پیشنهاد برای رئیس کمیته تلویزیون رادیو کنه دیگه که با محیدین کبیری اجازه بده در یک سال یک بار اقلا گپ زند که دیدی رفتن بچه‌های تاجیک با جهاد با سوریه گپ زنند یک اروپایی که نشنیدم که در
تلویزیون تاجیکستان یک مرتبه گفته باشه، منم خودم در تلویزیون تاجیکستان همچون گفته 10 سال است که راه نیفتم. فقط همین دو روز پیش از روی قانون چون دیگر علاج نیست و ما همچون رئیس حزب اجازه داده شد که برآمد حزبی را برنامه حزبی را معرفی کنیم که دیگه همه حزب میکنن. اگر جمهوری تاجیکستان تلویزیون به ما اجازه میداد که اقلا همچون وکیل، همچون رئیس حزب، ما شما همچون شهروند درخواست کنید که محترم رئیس تلویزیون به حزب‌های سیاسی تاجیکستان اجازه دهید که اقلا 5 دقیقه گپ زنن، موقعشون رو مردم شنود. ما طرفدار نیستیم، حتما میگه که مردم نروید، ولی در هر صحبت، در هر ملاقات، در هر جایی که امکانیت داریم با مردم صحبت کنیم، حرفا رو گفته ایستادیم. اگر در تلویزیون امکانیت می‌رسیم در تلویزیون می‌گفتیم، در رادیو می‌رسیم در رادیو می‌گفتیم، در این ملاقات که امکانیت داریم حاضر گفتیم که نروید. این رهبری از فتنه است. شما درخواست کنید با ما اجازه بدید، ان شاء الله من این حرفا رو میگم. مرحمت دارید. ببینید در 17 دقیقه من فقط در مورد چیزی گپ می‌زدم. ما حاضر اون 20 دقیقه مونگیشم طوله بریم تو تشکیل کشید، اونم رکلام است. اما یک چیز است حالا بگم. بیاد از این احساس کردیم. باز وقتی شما گپ زده من احساس کردم که تالار همین حرف شما رو خوب قبول نکرد. من همین احساس کردم. برای چی میگم؟ برای آنکه از گفته‌های شما یک کمی بوی کینه می آمد. ملت تولید همین علاقه کی دارم. من برای چی در اول صحبتم گفتم که من دوله یعنی کلوب هستم از همیشه با اون فکر کرد در همیشه ببینید دوست یعنی سلامت باشه سلامت باشه من یک چیز دوست یعنی من که مرتبه شد سخنم میبرید ولی ما با احترام گوش میکنیم. هر کسی دعوا میکنه که من حقیقت را گفته شدم، این البته دعوای خودگیری کرد، این شرک است. حقیقت فقط خداوند میداند. هر کدام ما حقیقت‌های خصوصی خودمون داریم. همون مقداری که شما میگید که حقیقت را گفته شدن، این کس من اینها هر کدام یک حقیقت خود را داریم. اون چیزی که شما میگید حتما درست است از نگاه شما. ولی من یک چیز دیگر شما را میگم. اولین قربانی جنگ شهروندی ما میگیم که از کلابی است. و کدام کلابی؟ کلابی که خدا رحمتی تنگه کرد با رستم عبدالرحیم از میدان شهیدان برای آن جنگ نشود آورد در کلاب در ماشین شخصیش رسان. خدا رحمتی کی بود؟ محمد لایق قربان عزیز محمد لایق هم بود، بچه کلابی بود محمد لایق آورد در همین جا که همین بچه کلاب بیارم زنده در کلاب برسن آورد در ماشین خود از کلاب زنده نگشت دیگر آورد سپاریدون زنده آورد ولی نگشت. اولی قربانی اولی فتنه بچه کلابی کشید. این هم حقیقت است. این هم وقتی که گفته میشه باید گفته شود. سمالیات ها و تنک ها تاجیکستان نداشت. مردم از دارن قشلاق ها را به خود یکسان کردن. اینا کلابی نکرد. ولی کی آورد همین را بالای ملت تاجیک؟ این هم یک حقیقت است. چرا من در اول صحبت هم گفتم که لعنت خدا و غضب ملت باز برکتی که جنگ شهروندی را خاطرسان میکند. این بندی سازشنامه هست. این سند همدیگر بخشی است. اگر ما حاضر بشینیم در جلسات و در صحبت‌ها یکدیگر را گناهکار کنیم که ما فراموش نکردیم، فلانی فراموش نکرده است، هر یک شهروند تاجیکستان داغ دارد. داغ در دلش است. یکی فرزندش، یکی پدرش، یکی گرسنگی کشید، یکی مهاجرت کرد، یکی افغانستان رفت، یکی از تیر دشمنان ملت کشته شد، خارجی‌ها کشته شد. اگر شما با همین منطق روی در هر کجای گردنید باور کنید یک بدخشانی، یک قراتگیری، یک شغلی اگر بشیند قصه کند اشکال چپ میریزد. فکر نکنید که حقیقت تنها در شما هست. حقیقت در همه است. ولی من خدا را شکر میگم که مردم کلاب اینا هستن. شما با تنهایی از این کلاب نمیتونید جذب بدن. مردم کلاب اینجا بسیار است. من حق ندارم
و من حق ندارم از این مردم فیض‌آباد یا قراتگین یا بدخشان گپ زنم. اونجا بسیاری هست که دیگر فکر دارم. خواهش میکنم در آینده وقتی گپ میزنید این خیلی مسئله گذاری که ما را از صلح و وحدت کنار میبرد. باز همون خاطره ها رو پیش نظر میارد کناره بگیریم، چون که با این گونه سوال ها را در همین روزهای انتخابات علاقه من شنیده شدن بعضی ها مخصوص میدهند. شما با همون کسی که خواهش کرد یا سفارش داد برید گزارش کرد که من گفتم من این سوال دادم از کبیری کردم این حتما نشنوم، چون که عیناً همین گونه سوال ها را درست پیش من در دیگر جام شنیدم حتما باوری دارن که باز میشنوم. ولی من مراجعتم به شما نیست، به همون کسانی هست که این گونه مسائل رو مدیریت میکنن. من خواهش میکنم در کدام کابینت اشتگی حالا این حرفای ما رو میشنوید زکشا رو میبرم بس کنید دیگر ملت در مقابل یکدیگر گذاشتن، بس کنید خاطره های جنگ قصه کردن. ما اکنون چقدر زحمت کشیدیم، پرزیدنت شب و روز میگیم استاد خدا رحمت کند استاد نوری جان و حیات که بخشیدن در همین راه ملت هم این کار کرد. امروز در یک جلسه میخیزیم بعد از همه این صلح و ثبات میگن من حقیقت را گفته شدم ما فراموش نمیکنیم. اگر هر یک شهروند تورنتو اون روزا را فراموش نکند پس معلوم میشود که ما یکدیگر را نبخشیدیم. این سند و این سازشنامه پس عملی نمیشود. ولی ما نهضت اسلامی تاجیکستان میگه که همه را بخشیدیم، حتی کسانی که با تانک و توپ و با سمالیات خانه ها را بمباران کردن ما اونا را هم بخشیدیم. همه بخشیده شد. اگر کسی ما را نبخشیده باشد خداوند ما را ببخشد کافی است، اگر کسی نبخشیده باشد. اما یک سوال داده درباره صورت عکس رحمتی استاد که از روی اسلام درست است یا نه. ما همه مسلمان هستیم، همینجا نشستگی و اکثریت مسلمانیم. اگر که عکس از نگاه اسلام درست نباشد عکس هیچ کس درست نیست. مثلا ما اگر عکس نمیدونم پرزیدنت هست، عکس پرزیدنت هست همین غیر اسلامی است، یعنی پرزیدنت یک کار غیر اسلامی کرد. من باور ندارم که پرزیدنت کار غیر اسلامی کرده باشد. این سوال شما علاقه پرزیدنت را حکومت شهر فلان را در حالت ناگوار می‌داند. شریعت این مسئله را حل کرده است. بیشتر این مسئله را مفتی بیاد از من سوال بیاد که محترم رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان من همچون مفتی گفته شدم که گرفتن عکس آویزان کردن عکس جایز نیست، ولی یک معلم مکتب میانه میخواد درباره دین همچون مفتی گپ میزنه. میگن که دیندارها ملاها خرافات پرستند. باور که ملاهای ما خیلی پیش رفتن، این مسئله های خرافاتی رو دیگه نمیبردارن. مفتی هم خطیب هم بیشترین خرافات پرستای ما بعضی زیاییانی هستن که زیایی نما هستن به نام اینتلیجنت یا که به نام اینتلیجنت هست، ولی اصلا اگر فکر کنید یک خرافاتی است. یک سوالایی میگه که دیگر این دین حل کرده است، قانون حل کرده است. مهم که یک بهانه یا به شما یک مسئله رو بردارید و اگر که همین صورت رحمتی استاد نمیبود در اینجا حتما شما یک بهانه دیگر میفته. مثلا در اینجا توقی شکل موندگی است. بیاید بحث کنیم این سوال‌ها رو باور کنید، هم وقتی مردم رو میگیریم هم مردم دیگه چقدر واکنش نشون داد. در این تالار نشستگی ممکن 50% زیادش طرفدار حزب ما نیستن، ولی اینا طرفدار صلح و ثباتن. یعنی اینجا نشستگی ممکن 10% 20% اعضای حزب ما طرفدارن، 80-90% مردم عادی کلاب است. دیدید مردم چه قبول کرد. بیاید خودمون رو در مقابل مردم نگذاریم، در مقابل ملت نگذاریم. ان شاء الله اگر بعد از همین عبرت شده باشد دیگر سوال ها و جواب ها رو در آینده در روحیه صلح و صلاح گپ زنیم، همش خوب میشود. کشور ما هیچ گاه ان شاء الله اون روزهای بعد رو نخواهد دید.